تازه ترین تصاویر عجیب و غیر قابل باور ستاره هاشمی، دختر خانم هنرمند افغان، رقابت و اسادت وی با آریانا سعید ملکه دلها، گفته های تازه آریانا سعید درباره ستاره هاشمی و چشم دوختن ستاره هاشمی بالای مهراج وفا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. ستاره هاشمی، هنرمند جوان، یکی از چهره‌های پر از سر صدا و ماجرا این روزها در صفحات مجازی افغانستان است. ستاره هاشمی از سن نوجوانی علاقه فراوان به صفحات مجازی افغانستان داشت و فعالیت‌های مستمرش را در تیک تاک انجام میداد. اما ستاره هاشمی بعد از آن که به کشور کانادا زندگی کرد و خواست هنرمند رسمی شود، آهنگ‌های سرود و از طریق تلویزیون‌های مختلف به نشر رساند. ستاره هاشمی سفر هنری به کشور ازبکستان داشت و در آنجا با مهراج وفا، هنرمند محلی خان افغان، چندین آهنگ دوگانه سرود که آهنگ‌های دوگانه ستاره هاشمی با مهراج وفا بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کرد. بگومگوهای فراوانی وجود دارد که ستاره هاشمی امان صنم سعیدی است که در برنامه ستاره افغان تلویزیونی طلوع از طرف آریانا سعید تایید نشد، ولی کاملا این خبرها دروغ بوده است. ولی ستاره هاشمی رقابت آشکارا با آریانا سعید ملکه دلها داشته است. اما این که رابطه عاشقانه میان ستاره هاشمی و مهراج وفا وجود دارد کاملا دروغ و بی بنیاد است. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای ستاره هاشمی و تمامی هنرمندان جوان کشور از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان ستاره هاشمی به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.